برای ثبت نام توی صرافی تبدیل وارد اپلیکیشن بشید و گزینه ثبت نام رو انتخاب کنید. بعد از اینکه شماره تلفن همراه به نام خودتون رو به همراه رمز عبور مناسب وارد کردید، کد فعالسازی که براتون پیامک میشه رو ثبت کنید تا ثبت نام شما تکمیل بشه. برای احراز هویت نیازه که مشخصات فردی خودتون یعنی نام خانوادگی، تاریخ تولد و کد ملی رو وارد کنید. تو مرحله بعدی باید شماره کارت بانکیتون رو ثبت کنید. بعد از استلام از بانک باید تایید کنید که شماره تلفن ثبت نامی به نام خودتون بوده. حالا احراز هویت پایه شما توی تبدیل انجام شده و میتونید واریز و معامله رو توی تبدیل شروع کنید. اگر میخواید قابلیت برداشت تومن و ارز دیجیتال براتون فعال بشه، باید احراز هویت خودتون رو تکمیل کنید. برای این کار متن تعهدنامه رو مطابق با توضیحاتی که گفته شده روی کاغذ بنویسید. بعد این کاغذ رو با مدارک شناسایی مثل کارت ملی توی دستتون بگیرید و از خودتون عکس بگیرید و این عکس رو بارگذاری کنید. مدارک شما ظرف کمتر از 24 ساعت توسط کارشناسان پشتیبانی تبدیل بررسی میشه و نتیجه به صورت پیامک به اطلاعتون میرسه.